سلام. امروز برگشتیم با یه ویدیو که هم به درد کسایی میخوره که سگ دارن، هم اونایی که سگ ندارن. حالا این سگ ممکنه یا سگ خودمون باشه، یا سگ در و همسایه و فامیل، یا که حتی موقع قدم زدن تو خیابون یه سگی ما رو ببینه و به ما مشکوک بشه و بخواد حمله چیزی بکنه. اینطوری میتونیم جلوشو بگیریم. اگر یه سگی تو رو میبینه اما دم تکون میده، این یعنی که دوستت نداره. چرا؟ چون دم سگا یه عضو خیلی مهم تو رفتارشناسیشون به حساب میاد و خیلی چیزا رو میشه از رو حرکت دمشون فهمید. اگه سگ شما رو دید و دمش رو تون به چپ و راست تکون داد، یعنی که میخواد باهاتون بازی کنه، دلتنگتون بوده، دوستتون داره. ولی اگه دمش در مواجهه با شما یهو به زیر شکمش جمع شد، یعنی ترسیده. تکون دادن دم آروم به بالا و پایینم که یعنی که این سگ بودن توی اون محیط خیلی آسوده خاطر نیست و یه جورایی نمیدونه که اینجا ممکنه با چی طرف بشه. نشونه بعدی برقرار نکردن ارتباط چشمیه. دانشمندان معتقدن که بین کل حیوانات خونگی سگا بهترین ارتباط چشمی رو با آدما برقرار میکنن. این یعنی که وقتی دوستتون دارن همش دوست دارن باهاتون ارتباط چشمی بگیرن و به نگاهتون هم جواب میدن. حتی ممکنه گاهی بهتون خیره بمونن. مهمتر از اون، معنی ارتباط چشمی سگ با شما یعنی اعتماد و درک متقابل احساساتتون. حالا سگی که ازتون متنفره یا ازتون مشکوکه، نه تنها باهاتون چش تو چش نمیشه، بلکه توی چنین موقعیتایی سعی داره بپیچونه و یه جای دیگر رو نگاه کنه. علتش هم خیلی جالبه، چون تو زندگی سگی وقتی با طرف مقابل حال نکنی، خب نباید باهاش رو در روشی، وگرنه بزن و دعوا شروع میشه. پس نادیده گرفتن بهترین راه برای حفظ صلح و آرامش اعصاب و روان سگاست. سگا زندگی قبیله‌ای دارن و قبیله برخلاف گله یعنی بودن توی گروه و کنار هم فعالیت کردن و ارزشمند بودن به صورت مساوی، دموکراسی خلاصه برقراره. برای همین بازخورد گرفتن هم براشون مهمه. وقتی سگتون کنار شماست و ازتون میخواد که نازش کنین یا خودشو مدام بهتون میماله، یعنی شما رو از قبیله خودش میدونه و حضورتون براش مهمه و دوست داره که شما هم همین حس رو مقابلاً بهش داشته باشین. حالا وقتی که یه سگی این کارو دقیقاً بعد از غذا خوردن باتون انجام بده، یعنی دیگه خیلی دوستتون داره و شما رو فقط ماشین غذا دادن نمیبینه که بعد از سیر شدن شکمش بندازتتون کنار. ولی سگی که دوستتون نداره دقیقاً برعکس عمل میکنه. در تمام روز ازتون نوازش نمیخواد، دور و برتون هم پیداش نمیشه. وقتی هم که میخواین بهش غذا بدین، فاصله‌شو رو باهاتون حفظ میکنه و بعد غذا خوردن هم هیچ تشکری در کار نیست. این یعنی یه جای رابطه شما با سگتون میلنگه و باید ببینید که چشه که با شما حال نمیکنه. یه وقتایی هم که هست که سگتون حالش خوب نیست و نمیخواد که این رو به شما که خیلی دوستتون داره منتقل کنه و حال بعدش رو یه جورایی میخواد ازتون مخفی کنه. برای همین دور و برتون پیداش نمیشه یا که بهتون محل نمیده، چون که داره مخفی کاری میکنه. اگه این رفتار موقته، حتما مشکل رو با دامپزشک مطرح کنید، چون که ممکنه بعدش دیر بشه. خیلی از سرپرستا فکر میکنن تو بحث آموزش و تربیت سگ همه تقصیرها گردن سگ است. اما خب یادمون نباید بره که وقتی سگی رغبتی به انجام دادن یه کاری نداره که یا فرمان رو اجرا نمیکنه، ممکنه مشکل از سمت ما هم باشه. ریشه اصلی این قضیه معمولا توی اعتماد سگ به اون شخصیه که داره بهش فرمان میده یا فرمان رو یادش میده. به خصوص اگر سگ رو شما مثلا به سرپرستی گرفته باشین که قبلا هم باهاش بدرفتاری شده، این مورد خیلی شدیدتر مشخص میشه. اینجور موارد یه مربی یا یه منبع علمی خیلی خوب باید حتما بیاد به کمکتون تا که بتونید ریشه یابی کنید و مشکل رو آروم آروم درستش کنید. خلاصه وقتی یه سگی بهتون اعتماد میکنه، یعنی که فرامینتون هم انجام میده و قطعا دوستتون داره. توی مبحث جذاب زبان دم سگ باید به این قضیه هم اشاره کنیم که سگا وقتی که یه حیوان یا یه آدمی رو میبینن که بهش مشکوکن، دمشون رو متمایل به سمت چپ بیشتر تکون میدن. پس توی این جور مواقع اون آدم یا حیوانه باید بفهمه که این سگه یه جورایی حواسش جمعه و ممکنه که آماده مقابله باشه. پس اگه وقتی نزدیک یه سگی هستین و دیدین دمشو داره به سمت چپ بدنش تکون میده یا نگاه چشمی هم برقرار
نمیکنه و از این داستانا، یعنی یا نگرانه یا بهتون بی‌اعتماده. برعکسش تکون دادن دم به سمت راست یعنی داشتن حس خوب و آروم بودن و اعتماد داشتن به اون آدمای اطرافش. وقتی شما تو خونه ای و سگتون عمدن ازتون فاصله میگیره یا میره یه جا قایم میشه، یعنی حضورتون حس خوبی بهش نمیده. مشخصه دیگه. البته اینجور مواقع قایم شدن ها ممکنه نشونه بیماری هم باشه، اما گاهی هم نشونه بیماری نیست و سگ فقط استرس داره یا که شما رو دوست نداره و میخواد قایم بشه از دستتون. یه سگ شاد موقع خوابیدن آرومه و اکثر وقتا هم شکمش چه از پهلو چه کامل از بالا پیدا. خب این یعنی که حالش خوبه و به هم قبیله‌ایاش که شما باشین اعتماد کامل داره. اما اگه سگی بهتون اعتماد نداشته باشه، وقتی شما حضور دارین معمولا سعی میکنه نخوابه و یا غرغر میکنه یا ممکنه بره یه جایی که دستتون بهش نرسه. فکر نکنید که سگا همیشه تشویقی رو قبول میکنن. اونا که باهاتون حال نکنن و بهتون اعتماد نداشته باشن، حتی اگه خوشمزه ترین تشویقی دنیا رو هم بهشون بدین قبولش نمیکنن. حالا صاحبای سگ گاهی میان برای اینکه سگشون رو با بقیه دوست کنن میگن بیا این تشویقی رو بده، بعد سگ هم رد میکنه، آدم ضایع میشه. چه چیزا مگه سگا هم هدیه میدن؟ بله، یه سگ خوشحال همیشه برای سرپرستش یه چیزی میاره. اینم از روی محبت و علاقه‌شه دیگه. مثلا وقتی اسباب بازیشو براتون میاره یعنی خیلی دیگه بهتون اعتماد داره و باهاتون رفیقه. چون که این اسباب بازیه یه وسیله‌ایه که متعلق به خودشه و داره با شما قسمتش میکنه. دقیقاً مثل قسمت کردن گوش یا استخونی که خودش پیدا کرده با یه سگ دیگه توی قبیلش میمونه. پس اگر این کارا رو باهات نمیکنه یعنی که یه چیزی این وسط درست نیست. این یه مورد مخصوص صاحبای سگه. یه وقتایی هست سگتون هم با شما وقت میگذرونه هم با بقیه اعضای خانواده، اما باز آخرش برمیگرده پیش خودتون. اما وقتی سگتون حاضره با هر کس دیگه جز خودتون وقت بگذرونه، یعنی یه مشکلی باهاتون داره که باید پیداش کنین. طبیعیه که بعضی وقتا سگا حوصله نداشته باشن که نازشون کنین، ولی بیشتر وقتا این کارو دوست دارن چون هم آرومشون میکنه هم حس تعلق و دوست داشته شدن بهشون میده. اما اگه یه سگی از این که نوازشش کنید همیشه بدش میاد، این یعنی که از شما بدش میاد. تو همون زندگی قبیله‌ای خوابیدن کنار هم یعنی مراقبت در برابر خطرهای احتمالی. پس من اگر مراقب تو باشم، تو هم مراقب من، ما میتونیم پیش هم بخوابیم دیگه. اما وقتی سگتون پیشتون نمیخوابه یعنی بهتون اعتماد نداره و باید ببینید قضیه چیه و خلاصه درستش کنید. مورد آخرم دیگه خیلی تابلوه به قول قدیمیا. اگه یه سگ دندوناشو بهتون نشون بده و خرخر کنه و زل بزنه بهتون، یعنی دیگه وقتشه برین عقب و سر جاتون وایسین. سگا معمولا این کارو با یه غریبه‌ای که دوستش ندارن انجام میدن که بیشتر هم حالت دفاعی داره، ولی اگر که با صاحبشون اینطوری برخورد کنن حتما یه اتفاقی افتاده که حسابی اوضاع خیت خلاصه دیگه و بعد ببینیم چی کار کردین که داره این رفتار رو میکنه. خب همه این نشونه ها رو گفتیم، اما یه سری کارا هم هست که میشه انجام داد که سگایی که از ما بدشون بیاد از ما خوششون بیاد. اگر که خواستینم بدونید تو کامنت ها بنویسین که براتون یه ویدیو جداگونه بسازیم. مرسی که امروز هم همراه هم بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.